آیا تو یک ISTP هستی؟ شاید توی تست ها جوابت ISTP شده باشه اما حقیقتا تایپ دیگه ای داشته باشی. شاید هم فکر کنی که تایپ دیگه هستی اما وقتی توضیحات ISTP رو بشنوی بگی که چقدر شبیه منه. پس بهت پیشنهاد میکنم ویدیو رو تا آخر ببینی و همینطور با تایپ های دیگه مقایسه کنی، ویدیوهای بقیه تایپ ها رو ببینی و نظرت رو با ما به اشتراک بذاری. شعار جاست دویت تا حد زیادی با ISTP ها مطابقت داره، به خاطر اینکه ISTP ها همیشه هر کاری که لازم بدونن و خیلی سریع انجامش میدن و وقتی هدر نمیدن و حرف اضافه‌ای هم نمیزنن. اگر نیاز به کمک داشته باشین همیشه راهکار عملی بهتون میدن و خیلی وقتا هم شاید خودشون بدون اینکه اصلا از شما بپرسن شما کمکی میخواین یا نه میرن و اون مشکل رو براتون حل میکنن و خب این هم میتونه خیلی خوب و جالب باشه، هم میتونه خیلی وقتا آزاردهنده باشه. ISTP ها غرور به شدت بالایی دارن و میشه گفت که مغرورترین تایپ هستن و اینجا منظور ما از غرور احساس اطمینان به کاربلدی و قدرت حل مسئله خود طرف به خودش اطمینان داره که تا حد زیادی میتونه هر مشکلی رو حل کنه و واقعا هم همینطور هست. یعنی ISTP رو توی هر شرایطی که بذاری سروایو میکنه، یه راه حلی پیدا میکنه، با کمترین امکانات واسه خودش وسیله میسازه و از هر مشکلی عبور میکنه. وقتی یه ISTP چیزی رو با اون کودک درون پرهیجانش بخواد هر طور شده میره سمتش رو انجامش میده، یه راه واسه انجام دادنش پیدا میکنه، حتی اگه براش دردسر ایجاد بشه. خیلی وقتا ممکنه دردسرای یقشو بگیره که از قبل پیش بینیشو نکرده باشه، اما خب اون کودک میخواد احساس آزادی داشته باشه و آزادی عمل و دست به کار بشه. فقط ISTP ها هوش مکانیکی خیلی بالایی دارن. کلا این قدرت حل مسئله‌ای که دارن خیلی پرکتیکال خودشون نشون میده، یعنی در عمل، در کار کردن با وسایل یا کلا توی دنیای واقعی خیلی اشراف خوب و با دقتی دارن نسبت به هر چیزی و کمتر در قالب حرف زدن میشه دید این قدرت حل مسئله. یعنی بیشتر همونجور که خودشون میگن اهل عملن تا اینکه اهل حرف باشن. خیلی وقتا ISTP ها یه جور احساس همه چیز دانی دارن و فکر میکنن که دیگه تو این دنیا چیزی برای یاد گرفتن نیست، من دیگه همه چیزو میدونم، چون که چیزایی که ملموسه و اطرافشون میبینن رو بهش توجه دارن و فکر میکنن که خب زندگی همینه دیگه. تو سنین پایینتر معمولا اینجورن و این قضیه میتونه خیلی ایریتیتینگ و دافع برانگیز بشه توسط اطرافیانش، یعنی برای اطرافیانش. و وقتی آدمی رو میبینن که خیلی داره زیاد از ایده ها و احتمالاتی که واهی به نظر میاد حرف میزنه، خیلی معمولا حداقل تو اوایل زندگی بهایی بهش نمیدن و احساس میکنن که اون طرف احمقه یا مثلا متوهمه یا هر چیزی و اون آدم رو توی دایره احمقهای ذهنشون قرار میدن و استوپدزونش میکنن. اما خب خیلی وقتا اینو به زبون نمیارن، صرفا توی ذهنشون این کار رو انجام میدن و البته توی نگاهشون هم شاید بشه اینو خوند. معمولا به زبون نمیارن چون میترسن از این که دیگران رو ناراحت کنن، چون که این اتفاق زیاد براشون میفته که به خاطر زبان گزنده و منتقدی که دارن خیلی وقتا اطرافیانشون ناراحت میشن ازشون و این ترس درونشون ریشه زیادی داره. میترسن به بقیه آسیب بزنن، به روان بقیه یا فیزیکی یا هر چیزی. به خاطر همین معمولا آدمای به شدت مراقبی هستن توی رفتارشون. خیلی برای من جالبه که توی MBTI ISTP ها رو خیلی نامهربون و خودخواه خطاب میکنن. ISTP شاید مغرور باشه ولی خودخواه نیست حقیقتا و شما کنار یه ISTP همیشه میتونه خیالتون راحت باشه که مراقب شماست. اگر کسی بخواد شما رو اذیت کنه، چه کلامی چه فیزیکی یا هر چیزی، ISTP هواتون رو داره و در جا جواب طرف رو میده. در حال این زبان گزنده‌ای که ISTP داره خیلی وقتا ممکنه رو به نزدیکترین افراد باشه و رو به عزیزانشون باشه و به خاطر همین ممکنه خیلی وقتا شما هم از ISTP نزدیک خودتون دلخور بشین یا به عنوان ISTP نزدیکانتون رو دلخور کنین. برای خود من هم پیش اومده و یه چیز کاملا طبیعیه. در هر حال نیاز به قدردانی دارن. اگر ISTP قدردانی نبینه روی تلخش
خیلی خیلی پررنگ‌تر میشه به مرور زمان و بیشتر زمانی اتفاق میفته که از طرف اکیپ‌ها، آدم‌ها و جاهای مختلف طرد میشه. آدمای رفیق بازی هستند کلاً، حتی به خانواده یا نزدیکانشون هم مثل رفیق نگاه میکنن و مثل رفیق باش برخورد میکنن تا حد زیادی. اگر خیلی مدام و غیر منصفانه طرد بشن، اون احساسات سنگین و تلخی که توی اعماق ناخودآگاهشون هست و بر اساس اون احساسات زندگی نمی‌کردن میاد اهرم زندگیشون رو به دست میگیره و اون ISTP تبدیل به یه آدم گوشه‌گیر میشه. ISTP تو حالت طبیعیش خیلی گوشه‌گیر نیست، همونطور که گفتم هم رفیق بازه، هم کلا توی محیط جریان داره، آدم فعالیه، در حال جنب و جوشه. اما وقتی میبینی که یه ISTP تو خلوت خودشه، تو خلوت خودش همش داره چه میدونم مشروب میخوره یا کلا وقتی رو با دوستاش نمیگذرونه، احتمالا اون آدم یا ISTP به شدت غمگین و افسرده است. و توی این افسردگی هست که ما خیلی از ISTP میبینیم که دامن میزنه به لیبل هایی که بقیه بهش میزنن و میگه آره همین که شما میگین درسته، من نامهربونم، من چه میدونم خودخواهم، من بدم، اصلا همتون از من دور بشید و این حرفا رو ازشون میشنویم و واقعا دردناکه. بلوغ و اعتماد به نفس بالای ISTP زمانیه که خواسته های کودکانه و آنیش رو تبدیل کنه به یه سری خواسته های هدفمندتر و فکر شده تر و همینطور ذهنیت اجتماعی تری پیدا کنه. توی مشاغل و حرفه‌های فنی خیلی خوبن، حرفه‌هایی که پرکتیکال و اجرایی باشه، مخصوصا با دست، مهارت و حل مسئله سر و کار داشته باشه. توی کارهای مدیریتی هم بعضا خیلی خوب عمل میکنن، ولی خب وقتی که مدیر میشن معمولا مدیرای خیلی خاکی و کاری میشن خودشون. کارهایی مثل امداد، غریق نجات، رشته‌های رزمی و ورزشی یا کلا هر جور مربیگری و آموزش رو خیلی خوب میتونن توش عمل کنن. ISTP نیاز داره که به اون فروتنی من نمیدونم برسه، به این درک برسه که خیلی چیزها توی دنیا هست که بهشون فکر نکرده، باشون مواجه نشده لزوما توی زندگی شخصی خودش و باید بره در اونا کنکاش کنه، بره دنبال اطلاعات بیشتر مطالعه کنه، بیشتر از آدما نظر بپرسه و خیلی وقتا توی این مسیرها ISTP ها، خیلی وقتا که نه، یعنی بعضیاشون حقیقتا فقط میرن سراغ آکادمی، میرن سراغ مدارک بالا، خودشون رو به چالش میکشن، بیشتر اطلاعاتشون رو به شدت به روز رسانی میکنن و اکتفا نمیکنن به اطلاعات قدیمی که توی ذهنشون باقی مونده و اونجاست که میتونن به یه مربی معتبر و در عین حال محبوب تبدیل بشن، چون یه ISTP پتانسیل اینو داره که همزمان هم اعتبار کسب کنه، هم محبوبیت داشته باشه. خب این یه توضیح خیلی کوتاه درباره ISTP بود. حرف خیلی زیاده اما خلاصه نگهش داشتم. نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین. برای اطلاعات بیشتر یا خدمات بیشتر از یکی از راه‌های ارتباطی زیر با ما ارتباط بگیرید. مرسی.